ای ده. با پیازیش نمازه میده پیازی بزن به بدن. لا 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 لا. بیارکجی بیارکجی آخه بیا ببر گاوه که نووقت شد دیگه تو مگر سو وقت برمیدیشی گاوه میبردن خالصان بیجا رستم خبر هستی میام حالا خودت پرید نکن میام. خب بیا برو دیگه که نووقت میشه ها بیا برده ببر زودتری بیا تو من میام. زود باش برفی شما بگر زودتری وقت تو میگن حالا میم پس میامدی میخوری جسم. نه نه برو زودتری بریم بخیر خدا آش بیا ایتا بیا کجا میری بابا جان گنجی بره بس تو به خیر خوشی سرگی شدی بیا بیا آفرین بیا دیگه بیا ایوون بیا اش 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 اش. آخ گلی از دست من بستان و بوی کو میانی کاکلای خود پنو کو به به بیشتر مزه میده این چپسا خیلی خوشمزه. بابا کجا میبرین گوه؟ کجا میبرین گوه بابا؟ بابا کجا میبرین گوه؟ من ببرن گاوه بفروشم دیگه. بفروشی؟ آمده تو گفتن یه ببرن بفروش به گنج. بابا مگر سو وقت میرفتیم حالا که دیر شده. خود چند داره گنج عمل از این جگه قیقشم گنجو. بابا بایی که نشه برین گوه ارزون بدین. نه نه هرزون نمیدم. از این سرای تا بدم میدم خود میندازم سرک پخته از اینم سرک پختن که برسین غیره که دیگه میبرم میفروشم. خوبه بابا گوش کنی به سر شما کلا نرم با 4 تا بیاد قیمت بالا کنم با این گوه ارزون از دست شما بدر کنم. نه مثل از اینا 40 تا 4 کلا منو. راست میگیم بابا. درسته؟ نه برو عمال یک چشم بخورم سیر نشده. خوب چی جایه بابا میده مزه نمیده. خوشمزه. ولی بابا راریم دیگه که دیر میشه راریم که گاز به هم میخوره. رانو خداحافظ. بریم بخیر بریم بابا بخیر دست پر بیایی. به تو نمیگم نه مای من خودی شما برو. نه بابا تو پیاده میتونی بیایی. نه پایا به درد میکنه. بیا لیلا بیا بیا ایوان بیا اش 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 انجا بجنشتنی اشتنی عباس خیریته شکر زنده دنیار اختیار هستی الحمدلله. چسب میخوری من 10 تا سینه بیشتر خوردم. خوی نبست خوشمزه جبال کجا میری جبال؟ میره عباس جان بیر فشم چی؟ گوه گوه میفروشی؟ آه چره؟ زن مگه بیر فشک بکنی علف نمیدم همسایه چیزی نمیدم این به درد ما نمیخوره میر فشی. حال بگم میبری؟ آه چندی بگفتین؟ اینجا بگم پیش بیا بیا 15,000 آشتی از تو میترسه اما تو از من نمیترسه. حال کسی 50,000 نمیده بانی از چرا؟
50,000 خر پیلاده. آه نام خدا گم همین روزا لگه بخیر گوسالی هم میآید. جپا ها با 40,000 نمیشه. اصلا تو بزنم به تا گوش تو چرا؟ با 4,000 به تو خر میدم. 40,000 40,000 4,000 به کجایه؟ 40,000 آها 40,000 که چند تا هزاری میشه؟ 40 تا 40 تا آه از چی میگی؟ ها من میرم کار دارم بگو. نه تو سب کن اگه شما ماییم ما اشته نمایه. برو خیر باشه آن 150 ریپی کم بده تو برو همسایه داری. معامله ما شما نمیشه گیلک. برو ببرک بگاین بالکن بیشتر هم بفروشی. ها برو بگاین ببر بالکن بیشتر. 200 کم میدی خوبه؟ نه بین ما و تو 10,000 تفاوته. 10,000 10 تا هزاری که چند تا هزاری میشه؟ 10 تا 10 تا نه 10 تا تفاوت داره. نه دیگه 10,000 همه زهرا میری بگاین نمیخرم به غزه قیمت. میخرم بابا خر مردر حاله به گنج میخرن چیزا نمیخرن تو دیونی. تو برو برو که میخره. اگه پس نوری به درس رو هرچی مستی بگو. آه بیا 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 عباس عباسو بیا یک لگاتی بزیم که کمی بدوه. عباس یک لگاتی بزیم کمی بدوه. یا بیا عقلی بیدی تو بیا شنگ شنگ کچوری آخور شنگ شنگ کچوری آخور شنگ شنگ آی اگر یاری مرا دیدی بگوشت ها دل آرام ای بگو کالای نو خور بپوشه ای جان محبوب آی اگر پرسید که جباریش شده بگو مجنون به غم آید پلوشه ای برفتون به گنج گو من نخریدم ای گواه که مردم هستم کم ترک وی گواه خور نفروختم میبرم پس به سرا جلو نشده که خود کل گنده خواهد از من نمیبینی اومه که از تو کلونترم شرم آیا خوب چیزیه به تو اگه تو اینجا بررس نمیکشیدی مرگ بخوری تور میخریدم من به 50 تا میخریدم بررس کشیدی مثل مرغی بری مردم گو الله این آجوره من بگم بابا این آجور نیه این من آجورم این آجور نیه بیا نمیفیش طور ما شعل شد که در گوشنگی با مردم زف کردم هر دمی تو بیا خیالی واکی شر میکنه گواکی بربر میکنه میگم در دقیقی بیا تمی جوتاشو که من مونده شدم از گوشنگی زف کردم تو هم میگه بخون مرگ خاک کو بچرک تشو باش تشو بیای اون تشو تجیو تشو همینجا بچر دیگه مرگ بخوری تشو بچر ده دقیقه اینجا سر خود میگذارن خور میشون خب یه بر نری خوبه خور اینجا گرم تره آفرین این بر بیا آفرین باش نمیدی خوشو تو بچه هم خود باور که گوش نیم تو که علاف میخوری تا بغله بریم دیر میشه 10 دقیقه مونده شدم خوابم میشم برای که دیگه تو هم اینجا به خوب چه کاش که می سلام سایه و نغزیک بیدیم اینجا میرفتم گلا میگفتم ماما یک نون کاسه دوغی به خاک که زمستونه یک پوری سلاته خیرت پرت آتاش خاله چیزی بدین که بخورم سیر شم یه ایوان که سیر شده
نمیتونم مگر مزه سرخ کنم که اوتا نمیشه. تو نمیفهمی. تا گوش به خشخش نکن دیگه بمون جاور افتاده که دیگه به تا گوش به خشخش شروع کردی. باش ببر بیا. ایبر نر دیگه. باش آفرین تشت تجو یک مرغ مرگی طور به خیر خوشی بگیره و خدا به کل بمیزینی تو مگذر بزنن که هیچ دکتر حیواناتی به دردتون نفهمه. برم اینجا به چرب خو. باش باش کوگو من جبارم. خو مگه جبارم کوگو نیم بابا من جبارم. من گفتم البته من جبارم نیم جبار گردن ما بند باشه اگه من پوره جبار باشم. خو اگه جبارم کوگو خو اگه باگه و ببردی بیر فشیدی خو کپولایو فنال دل ما جمع شد که من جبار نیم. ها دیگه من خیال کردم من جبارم گوی بیر فشیدم خوی دیدم گوی بیر فشیدم نیم جبار. جبارم خو کپول گو خو اگه گوی بیر فشیدم به گنج کو کپولا خو نیم دیگه من برم مثلا خوب بگم من جبار به کجایم. فنال دل ما با خدا جمع شد گردن ما بند باشه دل ما خیلی جمع شد. أنا يتجابس كلاب اشتنكي قوي هذاك ده وبرفته کسی هم به صحرا معلوم نمیشه بکن هیچ کس نیه. مردی
هه ها باش که برار خور زنگ زنم که یک دفعه به باغچه بیای که یک دم اگه ناسندی بیای اید ببینه بابا جای نگه که مثلا این چی رقم بوده وای مونده شدم شهر کردیم مار حالا گوشی خور اگر این جواب ده باز کجای شما خونه ای زودی بیا با باغچه با تو کار دارم خود تو بیا باز با تو میگم بیا بیا با باغچه منتظر تونم زودتره دیگه خوبه زودی بیایی یا تو روزگار دیگه برابر شدن شکاری هم به طور ما خود خدایا شکر واه اینجا گایم لالانی بیامدم چه دیر کردی از کی موقع زنگ زدم خیریت لالا گفتین جدی بیا خیریه بیا مادام میتونم با تک کوچه باق گاو دیدم یاله هر چی بار سعی کردم تامین زمینای بار سعی کردم دیدم نفر یا معلوم نمیشه کی از کی نه چی رقمه این براتون بیاوردم با باغچه تا تو چی میگم این آن تا 2 ساعت دیگه به شوم مونده همین پیش می گاو شیشته من میرم به خونه خب تو من نمیان این گاو نه تو باغچه بدر کنی به کسی ببینه دم نغزیکا از اون خفتن که شد من میام قرار فزیر بدر میکنم میبریم به خونه بفهمیدی چی گفتم برای تو از پیش از تکون نخوری این بار نری خب باش چیپس نمیخوری نمیخورم نه عجب گاو یافته برار من این از کی بوده برار ما بیافتم حالا من چی میفهم من اگه جبارم خب گاو ببردم که بفرشم زن ما گفت گاو بفرش که قرضا معلر بدیم دیشب با ما بگو که قرضا معلر بدیم که مردم قرض دارین قرضا معلر بدیم بید فرشه گفت شل شدم مونده علاق شدم شل شدم انا نمازنگر هم بو شده اگه من جبارم جبار گو کوکی جبار اگه تو جباری بفرشیده گوه کو پولایو یک ریپی پولم نیه من نیم بابا جبار مردم جبارم من جبار با کجایم من اگه جبار باشم گوه نفرشیدم من اگه جبار باشم گوه به دست منیه خب نیم دیگه چرا من خود کم بیارم نه که من گفتم گوه بفرشم به قرضا مردم بدم برم بابا تا محله بازم جخ کنم همینجا جخ کنم جبارو جبار جبار کی نه جبار اگه من جبار باشم میرم تا محله اگه من جبار باشم که مردم جواب نمیدن اگه من جبار نباشم مردم جواب میده دیگه خود جق میکنن نه من چی بگم علی من برفتم گاوه بفروختم که گاوه برم بفرشم گاوه بفرشم برفشم
مثلا گاو برفشون بدم مبال غرزا. خب غرزا خب کو غرزا کو گو کو جبار نیوم جبار تا غله برم جبار که گوشنا نمیمونده. جبار که هر رقم بیدی خور سر میکه. ای باری چیز میز یا پولا گو. اگه گو برفشیدم که پولا گو. انا به تا غریه رسیدم. انال غریه رو معلوم میکنم. سعی کنم اگه جباری که مگرم کسی دیگه جواب نده. جبار جبارو جبار خان جبار خان جبار یک وجبی جبار دیونه جبار شیف او جبار شما جبار ماما شما جبار نی و سکل تیر شده. خب کو پولا و پولا مکیسی منیه گو هم دست منیه. جبار کو گوی داشته. جبار اگه جبار یه گوی داشته. جبار اگه جبار یه برفشیده. جبار اگه برفشیده کو پولایو چیکار کنه؟ انال قرضا مردم هم هسته. شاید من نباشم جبار برادر. جبار جبارو جبار کینه جبار جبار چیه جبار؟ ها چیه؟ میگم با گوه مفرختی خوشحالی خود جیغ میکنی. تو عباسی نی؟ با عباس نشته عباسی نیم. مکینم تو جبار یا اخی نمیشنسی. خود نمیشنسی. اسم خود بلد نی تو. کو که تای ماله من چی جیغ میکردم؟ تای ماله دیگه جبار هسته که تو جیغ میکردی. با معلم جبار نیه؟ نه خود دیونه یک جبار هسته که خود تونی. عباس اگه من جبارم کوکی گو و گو نفرختی بگه نبردی. خانالی اگه گو عباس بفشیدم اگه گو بفشیدم کوکی پولا جبار تیش شکار شده تو. بگو حالا گو پس گو چند فروختی. ها؟ گو به چند فروختی. تو مثلا ایت باور تو میشه که من جبارم. با اسم تو جبار تو اشته جبار نی. خب کو گومه تو صبح نایدم که گو میبردی با گنگ میبردی. خب گو کار پیش تو نیه کو که گو نه دیگه نه من کی میگم ها اصاب سر خواهده است ندیدی تو. من جبارم جبار تو یک جگه بکو دیونه خود جبار تو نی. کجا کو جبار جبارو هاو خود دیونه انه جبار تو نی دیگه. کجا کو جبارو هاو کجایی؟ من جبار نیم چیز من مکینو اگه جبارم کوکی گو به چند فروختی؟ خو اگه گو بفروختم کوکی پولا. آره تو گو نفروختی. ها گو نفروختی. من جبارم. تو دیونی جبار. اسم تو جبار خو جبارو خب بابا مگ میگم اگه من گو بفروشیدم خب مگ جبارم کوکی گو گو 100% بفروختی. کجا کدی گو که صبح گنج میبردی؟ خب اگه بفروشیدم کوکی پولایو اونه بچه تو بیامد کجیر بیا بدو. او میفهمه که من بچه اینم
ما بچه کجیلم کجایی تو جبار بوش خواستی تو ولی بابا ها کو گاو بفروختی ما جبارم ها بابا بگو. اسم شما جباره پیار تعصب سر خورد دست دادم چرا چه کار شده جبار جیغ میکشه میگه جبار بابا ها چندی میفروشیدین گپ بزنی از اون دست شما به در نکردن نیای چی میگه بگو جواب بده بابا گاو بفروشیدی بیای مال جبارم من لکه جبارم پیاره به اسم شما نهاد اگر زامین خد مایی بیاین برین تف ابو خوب بپرسو حالا که گاو صبح گاو میورد و گاو میورد اگه نیه گاو میگه کجا شده بفروشیدم نی بابا خب نه اگه ما اگه جبارم گاو بفرشیدم کوکی گاو کو پولا گاو خب ما از شما بپرسیم گاو بفروختی مچم نه کو گاو شونیه من چون پولی خودی پوشا خدا بخیر کو گاو بابا اه کو گاو گاو مچم من گاو صبح شما به دست شما نبی گفتیم میبرم مگر که بفروشو خب کو گاو بفروختی حمودن که ما ببردم حمودن جبار بدم ها دیگه اسم شما جباره مچون که بریم خود مادر تو گپ بزنیم تو هم نمیفهمی بابا نکنه گاو گم کردیم بابا نه بابا گاو کجا بده اگه گاو بوده کن اگه من میگم من جبار نیو شما میگن جباری میگه من جبار نیو آنی خلاصه گم بابا اقبا موتر چیزی شما بگو. در شما نه بد میکنه موتر که بیایم موتر هم قد من کمر بزنم بله برو جبار جبار کجا برم برو سر خب برو گاو چون خدا میدونه گم کردی بفروختی پولای گم کردی نه تو میگی ما گشنگی میتونم جبار نیوم عزیز من سال 12 مکای مردم مرا تو جبار جو میکشه اسم تو جبار آخه عمودری بابا مودری پیری نداره اسم شما تو برم پیش جباره نانه تو برم پیش نانه تو برم بیا بابا گاو چی کردی بابا ها گاو چی کردی بابا بگیم دیگه چری چوبی ها چی هم گاو تو کجایه نرو سرا من میگم اگه ما جبارم کوکی گو خب گاو که ببردیم بفروشیم بگه گاو چی کردیم بابا ما جبار نیوم پیارم هستیم اسم شما جباره چری شما بس میکنی خب اگه ما جبارم کوکی گو اگه گو بفرشیدم کوکی پولا که بیاین قرضا مردم رو بدیم خود شما بگیم ما بگم گاو عبا ما بردو مولا تو دیشب گفته که گو بفرشین که قرضا مردم رو بدیم مردم قال میکنن خب نه ببردیم بفروشیم دیگه برادر توجه ما جبارم برادر توجه ما جبارم جبار خان چوب کن من ایتا جغ میکنم مادر تو خواه مادر ناله جبارم بابا من جبار جغ میکنه اگه جبار باشه شاید بیریشم بابا خود جغ میکنی اسم خود شماره چری شما بس میکنی جبار نه جبارم تو نانه جغ نکن نانه تو جغ کنم باشی بیا که شما بگم که شما جباری نانه کجی نه ها بیاییم شما چی قال مقال داری بدم پیار به خبر قالکن آورده ها پیار به خبر قالکن آورده اشته خبر قال کرا گاو ما چون چی کردن حالا جغ میکشه جبار اسم خود خوبه مادر کجی چی کرده میگی مادر کجی چی گپ بخیریته ما جبارم ها دیگه نام شما جبار نیه هسته خب اگه ما جبارم کوکی گو خب گاوه که سر صبح شما بدار کنی که من میبرم به گنج میفروشم دیشب به شما نگفتم که بفروشیم کمی قرض مرزار بده کار دمدم سر نهیم بعد خوب نیه ای کارو گو ما بفیشین نگه که بدم بله قرضا ها دیگه ما دیشب به شما نگفتم که صبح گاوه ببریم به گنج بفروشیم بیاین کمی پولار بیاین کمی قرض مرزای مردم رو بده من نمیفهم ما چی رقم من صبح ما بابا گفتم مای خودی شما برو که به سر شما کلانق دارم گفتم نین نباید تو نرو ما چون گوه چی کرد آنالی بیا مادر کجا کردیم گاوه به کی دادیم آخه من نمیفهم گو چی شو اگه ما جبار و ما قرض داریم اگه ما جه کنم جبار نمی آیاله بابا اسم خود جک میکنی پیارم مغز سر شما چکار شده آخه ما عده کنم ایتا معلم و قرضدار نی مادر کجی کی چی مادر کجی بله سایکو
زناک خور بگردم اگه من جبارم دیگه گاو نمیبینی بخو چری؟ انا چی میگم شما؟ گاو گم شده نه بابا آه کجی تو یک زنگ به کاکا خو بزن اشته گاو گم شده کجا بوده؟ گاو گم شده اگه من جبارم گاو گم شده نه گفتم بابا چی من میگی؟ خدا چی گم غلط کار شده؟ آورده. اگه من جبارم گاو گم شده بیاین یک دفعه به سرا شما بیاین کجی تن بیا زنگ دارم به کاکاگو. اشته گاو گم شده اشته گم میشه نداری حالا شده چی بابا تو اگه من جبارم گاو گم شده اشته گم شده تو یک دفعه من کاکا خو زنگ که بیایه گم شده دیگه چی من دیگه سلام نمیام سرسوب گاو از سرا به در کردی ببردی باز حالا بچم گاو گم شده و چکار تو کاکا خو زنگ که بگرد خدا رو بگه بیایین عجیب گپی گاو گم شده با کجا بوده که گم شه بله کاکا جو. سلام علیکم خوبی کاکا بخیری؟ شکر فضل خدا دم غنیبه. میگم کاکا زحمتی میشه تا به سلام جودی بیاین که به شما کار داریم. کاکا جو خیلی خیلیته هیچ گپی نیه. بیاین کاکا تا سراما من چون پیام صبح گاو کاکا ببرده و گنج انالی گاو گم کرده خودی به خیسته بیامده دیگه کو گاو میگه من خبر ندارم. شما کاکا جو تا سراما بیاین. خوبه خدا حافظ. بله چی گفته کجی؟ گفتم میام. ها بگو بیایم زودی مادر به کار داره بگو زودی بیایم بگو یک کنم بیاین خوبه خوبه برو خوبه. من گردنم من به خدا اگه پوره جبار باشم جبار اگه میبینم گاو چی شد مر زن ما مسرا بیرو که تا گوش من بزن ما اگه جبارم کو پولا ما اگه جبارم کو غرزا مردم یا گو برفشی که غرزا مردم بده آره کاکا بابا دوست داشت بابا راست شما میگردیم بابا اونجا چی میجا پا با وسط گندوما وقتی بیا جبا کاکا بیای میگه چکاره تو چی؟ وقتی زگ از اینجا وقتی بابا به اون خواستی چکاره تو برو مر زن مسرا ما بیرو کرده خب چکار کردی که زن تو تور بیری که هیچ چه کار میگم نکرد گوه گم کردی چکار کردی ها؟ چکاره تو ما به زن خو میگم اگه من جبارم که واقعا میفهمی که من جبارم دیگه به خدا گاو نمیبینی چری نمیبینی آخه میگن گوه ببیده به گنج حالی بیامدی دوی دستدی پادرستت که من اگه جبارم گوه کجای اگه من جبار نیامد چون گوه چکار اک شده ایشته نه چکار جباری چکار بابا شده از تو اول تا به آخر داستان به کاکا هم بگی گوه به کجا گم کردی گم کردی بفرختی پولار گم کردی گمم خود گوه نکردم. گم کردی خود گاورم گم نکردم بفرختی نفرشیدم خب پکو گوه کوگه هم نبود انانه بیا بزی گل بیار چطور درست کن با تو میگم اگر گوه بفرختی کو پولا اگر نفرختی کو گوه و دیگه از امروز دمایی که برفتم سر صوبکا چیز میزی نخورده بشی بابا سر شما به چیز میدی نه خودت دو خورده باشه کی؟ سر شما به جون چیز میدی نه قسمت خودت یک دو خورده سنگمنگ چومی چیزی که با تا سر تو نزد که تو گوه هست تو بجون نمه دست تو گوه نه تو قسمت بزن نه پولار از تو استوندم گوه جوندم چکار شد نه گوه یله کردی برف با جامعه چکار کردی نه خب پتور چی مرگم و فاجاگری کم هرچی میگم میگی نه تو نه گلی نخوردی او هم نه لا اله الا الله میته به دهن از میتونی که به دیوال بخوره تو اشتا آدمه که گاو زندر گم کردی بابا ما میگم اگه من جبارم خدا دیگه گاو نمیبینم و در ازی تو سرکوی همین ما بلد
از این مگلا تا جوا قرضدار ایسکو که چه کار میکنه آخی گو زنده اوزار گم کردی آخی کو یک بگو من میگم گم نشده. پس چی شد؟ من میگم اگه من جبار واقعا جبارم دیگه گو نمیبینم در از چری نبینی خود جبار اومده دیگه. امی من جبار توی جبار خب من میگم که من اون جبار. خب عجیدم به تا کوچه اعلان کردم جبار خان گفتن جبار سین گفتم جبار گدا گفتن جبار چه جبار گفتن بی عقل بی کمال هم میگفتی خب تو با جواب میده میگفتی منو گفتم هیچ کی جواب نداد. خب پا معلوم شد که منم کجیر اگه پازی معلوم میشه بفهمیدی که گو بره با باد پنارا ایتا خلاصر بگو میگم تو که گو نمیتونستی ببوری حداقل به من زنگ میزدی میگفتی برو بیا میگه بابا خودی شما برون گفتم نه نمایی بری به چه خودی خو میبردی گو بابا مادر یخصدی ازی گو چی گو مادریو کی چی گو مادریو مادر من گفتم گوه ببر بفریش که والا نداریم قرضدارم بشونی تکه تکه شونیم همین گوه بفریش که چهار تا قرضا خوب بدین کمک هم بخونه زندگی خوشی نیست این گپ مادر تو دیشب گو خود دیشب گو خب حاله تا حاله همون گپه اگه برارم ناجوری تکلیف اعصاب داری که تو ببرم به دکتر دوای چیزی اگه دو خونی که تو به دو خونی ببره نه خب من همین میفهمم من که یاد دارم من که اگه جبال گردن بندگه گوه نمیبینی به چی داری بابا نمیبینی ما به تمام زندگی خانو گوه دیشتیم میتونم میفهم که یا پولا گوه گم کرده گوه بفروخته نرفشیدم خود ایشته نفرشیدم گنج ببردی یا نه بی کردم نه به چند بی کردی تو به چند بی کردی 100 لک و 90,000 گوه به چند قیمت کردی که گفتم نخریدم یا بخریدم به چند قیمت کردی تا کوی از کوی مبارک باشه از این صبح حال تو برا فهمیده که عباس همسای ما خب من عباس چی دیدم که چند گفته عباس گفته بگو 100 لک و 90,000 به 100 لک و 90,000 بگفتم مردم هر میزدن خود تو خودم مسخره کردی می 4 تا که به 4 طرف تو بده اونا رو هم بیشتر مسخره کردی به 100 لک و 90,000 100 تا گو میدم مردم خیلی به من بخندیدن خب عباس کو بابا عباس کو تک به 100 لک و 90,000 ما ماییم هیچی فقط خوب خبر خوشه به تو و مادر تو بدم گو بره با باد پناه نه گو میبینی نه پولی میبینی نه هیچی توی دستادی با دراستر با اونجون بعد بیامد که جبار نیم چه کاره وقت که بدیم مثلا وقت کجا برم من اثرا بیری کل خدا اجاتی میزن نبودی به یک هفته نون نمیخوردی اگر من اجاتی میزن تو بودی به یک هفته نون نمیدادم گردن به من شما در از این لکه بیری کسرا تو اگه تو اثرا بیرو تو رو میت تیل مزد در میداد اینجا چه هستی بگو کاکا میته به جاری به تاشات یار من ندادن قدر خب من بودی به بل میزدم که مغزا سر بیری میشد وقت که بدیم مثلا وقت نه من اثرا بیری کرده همین جگا تمام شوم مثل ملنگاز یا از اینجا تمام صبح تو زنده به کار نیه کاکا گفتی من میگم بفروشین جواب همه قرضدارا دادا میشه پیان من قرضدارا میایم به پیش من خود قرض کرده از اونا بیای پولا اینا بده دانم من بالی فروخت پیان من نبرم الان برو مرغار بفروش باقی پولا قرضدارا مرغ نداری 4 تا مرغ داریم خلاص زن چی بکاره مردم میگم جبار زن داره اور بزده نه جا به پیدا نمیشه سکنه لشته جای بخو پیدا کنم نه جبار کم جا داره تمام مملکت افغانستان عجباره تمام کشور افغانستان عجباره نه تو خیال میکنی تو یکی خودی بچی خوب سرا تمام کشور افغانستان عجباره جبار جانه داره 10 شو نمیام 10 شو نمیام دل تو بترقه بگی شما به کجایه
ده شو نمیام بگی شوم کجایه. عجب جایه. بالخونه اشته شمال یخی. اینجا جبار. اینجا قرار خیلی میشم نون هم نمو. ده شو جبار نون نماسته باشه نمایه. زن مناله به من دلی بسوزه بفهمه که شوهر نداره به صدا. سلام بیننده های عزیز، خوشحاله که با شما رو مایم ببینم. کچکلا و را شادکلایم. سوژی امرو ما در رابطه به میست چرخواه باور کنین. خوب همین خوندنه بشنیده میگه یک قدم پس یک قدم پیش، یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین سه چرخ برو ای بر او بر، سه چرخ بالا تایرار پرش لا 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 لا. خب وقت شما نمیگیرم، ببخشین لالا جان. یک دقیقه اگه شما بیاییم ببخشین، زحمت به شما میشه. و فهمیدیم این ادای عزیز سوژه امرو در رابطه به مینه. خیلی مندن باشیم مراد من. سلامت باشین. کار داشتین لالا. بله خور معرفی داشته باشیم. الی غنبر برا زنبر. غنبر برا زنبر. سوژی امرو ما در رابطه به میست سچرخای که سچرخار وارد کردن به مملکت افغانستان که بیاید حداقل به سر می زمینا بیاید. یک 10 5 تا 20 تا 50 تا هم تا بازار باشه. کسی وری میبری برای مسافر 5 تا 10 تا یا چرخته. شما انال سی میکنی که اصلا سه چرخ باور کنی که چی بگم دیگه و می جاده که میگه گله سه چرخام فراون. شما چی گفتنی داره؟ تشکر از شما جناب مجلس. واقعا سوژی خوب، سوژی ناب انتخاب کرده. سلامت باشین. باش که ما برارم به شما بگم. خوبه برار جو شما توهین نکنیم به میست چرخا. چرا؟ کو سه چرخ؟ شما به تعمی شهر سه چرخ میبینی؟ نه همون زر آدم هست که سه چرخه. ای تو باور کنین خب اگر شما به اندازه که 100 نفر آدم باشه شما 200 تا سه چرخ بیشتر دیدیم هرچی ماست میگیم. سه چرخ حداقل باید سه چرخ میگذر باشه به اندازه یک نفر 10 تا سه چرخ. حال فعلا به اندازه یک نفر 5 6 تا سه چرخه. هر دمه که به اندازه یک نفر 10 تا سه چرخ به تعمی شهر بود با شلوغیه. با شلوغ باشه تا شهر کو خوبه. شهر ما و شما بسته همه شلوغه. باور میکنی امیت شلوغ هست خوب که بسته بوغا گوشا خود پنبه بزنی بازم دست میسه چرخا از این پنبا همین بوغا سه چرخا تیر میشه گوشا آدم کار میکنه. خوش کمه همه خوش سه یعنی چرخا اگر خوش. زنده جون حرکت کنید موتر جلوتر میه یا تو ای تو به شما قبول کنین خب برارمه این سه چرخا به سرعت میان. خب تو از زنده جون حرکت کو با موتر رو سه چرخ یک ساعت موتر جلوتر میه به شهر. باز خالی یک مدل دیگر یاد گرفتن که ایت میگیرن سه چرخ یک بغله میکنن به بام ایراد میبرم. من چون به کجا میبرم پرش میدم. واقعیت شهر ما و شما خیلی شلوغ شده، خیلی هم مزه میده. بله زبون نداری از بودن که زبون داشتی حالا با گونگی چه کاره؟ برو یا بسته کن. وای اصلا هم چیزی هست. تا هم مثل چرخواه کلات مثل کاسی قلوتوریش یک صده بری و تا سرد کنه. گفت من نیم کاله میگی برو. بیننده های عزیز کچکلا و را شادکلایم. همراه ما باشید که از یک نفر دیگه میپرسیم. 2 نفر دیگه بمونده به لیست ما. همراه ما باشید. خوب گپ بگو لالا. گپ گنده گوی نمیفهمه بی عقلیه. بیننده های عزیز بازم سلام دارم به کنار امی لالایم. انا خور معرفی میکنن کچکلا و را شادکلایم. خور بگیم چی بگو؟ خور بگیم که کینیم. معرفی کنم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا سعدی برا بعد یک تن سچرخداران معروف شهر ولایت هرات. شما سچرخ دارید؟ بله. ما برات دمی گپ میگشتیم باور کنیم. برار جان شما سچرخ داریم نام خدا به شهر ما و شما سچرخ نیه همون زر باور کنیم آدم نیه که سچرخه. به نظر شما ان سچرخه باید به دیامی بیده که مثلا دیغونی ها مثل کارایی بری بعد اما شهر خیلی به هم ریخته، خیلی سرصدای، خیلی تیر شدن میشه از سرکا دخکل زیاد شده. به نظر شما سچرخه خیلی نشده؟ ای لالا به نظر من همین نظر شما که هست نظر اشتباهیه.
نظر من اشتباهه. بله اشتا مثلا نظر من میت نظر من مثلا نمیگم. شما با خانواده خود چند نفرین؟ ما بله. 10 نفر. چند تا گوشی دارین؟ شاید 10 تا باشه. خب 10 تا سه‌چرخ نمایین شما. 10 تا سه‌چرخ. ها ما میشته نمایه. برارمه سه‌چرخ به نظر من حالا کمه. سه‌چرخ باید خیلی باشه، حالا کمه. چیه این سه‌چرخ؟ خب تا شهر میبینی شما میگین سه‌چرخ اینو کانو کمه. مثلا چند باشه؟ چیه؟ امی ولایت هرات نام خدا 5 میلیون نفوس داره نه؟ 5 میلیون نفوس داره. بله مگه 5 میلیون دونه سه‌چرخ هم داشته باشه. آها بلندای عزیز شما گوش کشین برادر چی میگه؟ بله دیگه سه‌چرخ اینو کمه. هرات 5 میلیون نفوس داره، 5 میلیون هم سه‌چرخ داشته باشه. بله اینا چیه که به تا شهر شما اینا میگین خاله شده شهرش رو لخ کرده چیکار کرده فلان کرده. اینا کمانو. راست میگم. پس اشتباه از منه. این نظر شما اشتباهه برادر. خب شما که سه‌چرخ دارو. چند کار میکنی مثلا تا شما؟ من حالا تا باشون شاید 100 روپیه کنیم ساده بشه. خب چرا اگزای مثلا کم کار میکنه؟ خب به خاطر از اینکه سه‌چرخ کمه. بزی خاطر برارمه سه‌چرخ کمه. خب اگه سه‌چرخ کم باشه خب شما میگن بیشتر کار کنی. خب کم به خاطر اینکه سه‌چرخ کمه من کمتر کار میکنم. مردم هم دل اینا بشکسته کامیر که سعی میکنن سوار نمیشن. آفرین. انیته تشکر باشه شما. زنده باشی. سلامت باشی. سلامت باشی. خب جان دیگه گپ چیزی داشتین؟ نه برادرم خداحافظ. بینندای عزیز گردنم بند باشه دهن از بوی شیر میده. ای که با پشت سرچرخ بشینم مدگم اگر ما پشت تیاره هلیکوپتر بشینم. وای 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 مادر از این پرسان نمیکنه. برار کلون از این پرسان نمیکنه که تو به چه نادانی به پشت سرچرخ سوار میشی میتونی قانون رانندگی، قانون گشتن چهارراه، گشتن درس‌ها هم میشتن. همراه ما باشه یک نفر دیگه هم هسته. سلام علیکم بیننده‌های عزیز. وقت شما بخیر باشه. کچ کلا برار شاد کلا پلی یک جوان خوش اخلاق به پینک شیشتیم. خب بفرمایید. خود معرفی کنیم برار من. به نام خدا دلدار برار دلبر. دلدار برار دلدار. بله بفرمایید. برار جون ما از این سه‌چرخا میگیم. بله. داخل بازار کمک سه‌چرخه بیشتر شده. اگر اینا به نظر شما کمتر باشه بیترتر نیه؟ چی میگی لالا گپ مفت میذاری؟ به کجا بیشتر شده؟ بمی سه‌چرخ بمی شهر ما کو سه‌چرخ. راست. به دمر کوچی خیلی استاد باشه 120 تا سه‌چرخ استاده خیلی به نظر تو. نه دم کوچی سلو شما چند تایه؟ گردن من بنا 120 تا بالایه. ولی کمه برارمه. 120 تا هم کرایه میکنه. نه. به یک کوچی که مثلا 100 خونه بشینی یا 200 خونه بشینه 120 تا سه‌چرخ چیه؟ حداقل به کوچی که 300 خونه باشه مگر 500 دونه سه‌چرخ هم باشه. بدم کوچه استاد باشه که سویری ببره. ما برارم از این قوم خیش، از این حق و همسایه، از این دوست و رفیق، از این راه و راه گذر خواهشمندیم که هم تنها کاری که میکنن سه‌چرخ بخرم. زمین دارم بفروشم سه‌چرخ بخرم، سرا دارم بفروشم سه‌چرخ بخرم، گو دارم بفروشم سه‌چرخ بخرم، مدت سه‌چرخ بخرم که سه‌چرخ وسیله خوبیه. خیلی به پی فایده مانه. برارم. مادر شما زنگ دادن که گفتم بریم رختار بشوریم. نه لالا او تمنیه. ما برار عزیزی میگم که سه‌چرخ خیلی باشه. اون روز برفتم ممسر جاده بسادم ما برم به خونه خاله خو. سه‌چرخ هم 2 دقیقه ایستاد نشده دیدم 10 تا سه‌چرخ اون بساد. امی گو لالا بیا بالا شو سه‌چرخ من 20 روپیه بدی، او گو بالا شو سه‌چرخ من 10 روپیه بدی. کچه ورکش کده کورتی ما برار پاره جو. 20 کرایه 20 که ما سون کرایه دو مشون بتا. براس کنی سه‌چرخ برابر. آدمو رو دل ما داغ افتاده. الله عزیز. شما گوشه شما سه‌چرخا به سر شما جنجال کردن ماسکت شما نسبی بکن. اینا رو کش کن مر بیبر این کش کن بیبر این کش کن بیبر کورتی ما بیت بگه خاک پاره شد نسب کورتی ما برام خاموش کنه. سوم بگه خاموش کن. سوم بگه خاموش کن. آره ایته سه‌چرخ به کجا برو تو میگی سه‌چرخ تا کسی شما که پاره شد بکن نسبی و پولم بده. حالا 20 روپیه بی ماشون کرایه کنم چون 20 ما کدوس سه‌چرخوند ودیش برا خیر بی نه گمور بیاره بعد من خیلی خوشحال میشم. از امروز بنده دل ما اوخنیه که 20 ما گم شو. به دست کدوس سه‌چرخوند بفتم. چوب که من گپ میزنم دیگه تکسر آرد میکنی. نادون
من جخ کردی بیا اینجا من سوزی دارم از ما بپرسی حالا با میگی برو تو زاد و ولد و نفته کنه ویری خود معرفی میکنی آخه اینجا تلویزیونی برادر. لالا من درد دل خود گفتم خوش نیمه درد دل خود درد دل تو به خیر خوشی خوب نشه. کاشی تو نگاه کن فقط فیلی فهمومی یک کلی کندی و تو بخواب سه بینندای عزیز آدم تا شهر هم گزارش بپرسن آدم پر میکنم. تشکر باشه از شما. خدا کنه که تا این لحظه خوشتیر شده باشه برای شما. تا به هفته بعد خدا نگهدار شما. کچکولا برو شادکولا برنامه باندگی لک.